توجیکستان امامعلی رحمان روز 2 سپتامبر فرمان درباره دعوت تیرمایی را امضا کرد. بر اساس این فرمان باید ماه اکتبر نوامبر سال 2021 سربازانی را که زمان خدمتشان به انجام رسیده است از خدمت جواب داده شده جوانان سن سالشان سالهای 1994 تا 2003 به خدمت سفربر کرده شوند. از وزارت فرهنگ، کمیته جوانان و کمیته تلویزیون و رادیو خواسته شده است که آمادگی و رفت دعوت شهروندان را به خدمت حربی به طور وسیع انعکاس نموده خدمت حربی را در قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان همچون وظیفه مقدس هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان ترغیب نمایند. دعوت به صف قوه‌های مسلح تاجیکستان هر سال 2 مرتبه بهار در ماه‌های اپریل، مای و تیر ماه در ماه‌های اکتبر و نوامبر صورت می‌گیرد. دعوت امساله نخستین دعوت در پی قبول قانون درباره خدمت الترناتیوی است. بر اساس آن شهروندانی که نمی‌خواهند 2 سال خدمت حربی بروند می‌توانند با پرداخت 25200 سامانی مبلغ به بودجه دولت همگی 1 ماه خدمت کنند. بسیاری‌ها امیدوارند که این قانون زمینه را از زیر پای کروپسیا در ساختارهای کمیساریات‌های حربی زده به تجربه بدنام شده ابله نقطه می‌گذارد. قرار معلوم قبلا هر دعوت به صف ارتش در تاجیکستان همراه با شکایت‌های فراوان از ابله جریان می‌گرفت. ابله نامی است که مردم به موردهای در کوچه بازار و حتی از خانه‌هایشان مجبورند داشتن و به ارتش بردن جوانان سن سال خدمتی گذاشتند. در هر موسم دعوت در اینترنت ویدیوهای زیاد گذاشته میشد که چگونه کارمندان مقامات جوانان را در کوچه داشته به ماشین‌ها بار میکنند تا که به کمیساریات حربی برند. فعالان جامعه شهروندی از رهبران تاجیکستان چند بار دعوت کرده بودند که به این تجربه ابله که آبروی دولت را میریزاند نقطه گذارند.